السلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. امیدوارم که خوب و تن صحت هستید. اگر از ما پرسید ما هم شکرانه خدا خوب هستیم. امروز یک نمود قلمه در دخابکه تیار میکنیم. دوستانی عزیز، به نهایت آسان است. ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و لایک و کامنتاری را فراموش نکنید. چون که در اینجا دیدید دادید من با آب، نمک و کمتر روغن آرد خمیر کردم. اکنون خمیر ما 20 منوت دم میگیره دوستانی عزیز. تا خمیر دم گرفتن من پیاز ها رو ریزه میکنم. پیاز و پیاز کبوتک را ریزه کرده من اکنون یک قاشقچه چارنی پیریز و کمتر نمک کرده میمونم تا خمیر رستن. اینش هم کمتر دم میگیره دوستانی عزیز. اکنون حاضر خمیر را به 5 زواله برابر تقسیم میکنیم. خمیرمان را دوستانی عزیز نه ملایم نه سخت میکنیم. چون که دیدید دادید خمیر ما خیلی ملایم هم نیست، سخت هم نیست. برای قلمه بعضی آدم ها خمیر را سخت میکنند دوستانی عزیز. به فکر من خمیر اینقدر سخت نباشد باز بهتر میشود قلمه ما. اکنون حاضر زوالچه های ما هم با کمتری دگر دم میگیرد. یک تا راست میکنیم. دوستانی عزیز، از همتان منت دارم که ویدیوهای ما را تا آخر تماشا میکنید، کانال ما را دستگیری میکنید. همه شما که هستید کانال های ما پیشرفته ایستاده است. از همتان منت دارم. از همه شما خداوند راضی باشد.
اکنون خمیر را چنانی که دیدید ایستاده تو نوگ راست کردم. اکنون به بالای خمیر حاضر روغنی سلیویشنی مسله و کمتر روغنی گاو را آب کردم. اکنون حاضر میمالیم دوستانی عزیز. بعد به بالایش نچینکش را میپاشیم، پیازی کپوتک را میپاشیم و خوش رو میپیچانیم. اپا جانا و خواهرکانی عزیز، قلمه را همه هر نمود میپیچاند. من امروز از موبایلش بریدم و یک نمودی نوع دیگر پیچاندن را به شما نشان داده ایستادم. شما هم میتوانید با همین طرز پیچانید. خیلی هم به فکری من ورقش بسیار میشود و حاضر میبینیم در دخابکه میپزیم. این را در اسکواراتکه پزید هم میشود. من خواستم در دخابکه پزم. قلمه را راست کرده برای لیست تفدان گرفتم و به بالای زردی تخم مالیده پخته گرفتم. دوستانی عزیز، چنانه که دیده ایستاده اید، قلمه ما قلمه پیازداره که ما تیار شد. به همه شما اشتهای نقص خواهان هستم. خیلی بامزه و خیلی ورقین خوش رو آمد. از همه شما ندارم که ویدیو ما رو تا آخر تماشا کردید. لایک و کامنتاری رو فراموش نکنید. تا ویدیوهای آینده، خیر.